به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دکتر شرفبین از هلند خواستم که در مورد فواید کدو حرف بزنم. کدو با داشتن کم کالری و مقدار زیاد فایبر برای صحت روده ها خوب است. یکی کالریش کم است و فایبر زیاد است، ما را در کاهش وزن کمک میکنه. با داشتن زیاد آهن، کلسیم، ویتامین C، ویتامین A و سایر منرال ها، مگنیزیم، ویتامین های دیگه چون B در مجموع برای قلب ما مهم است، برای صحت چشمای ما مهم است، برای کاهش قند خون، برای بهتر عمل کردن انسولین و چربی خون بسیار میتونه که خوب باشه، چون اندکس شکر کدو هم بسیار پایین است. این واقعا کدو غذایی است که میتونیم از هر روز حتی استفاده کنیم. کدو میتونه که حتی خطر بعض سرطان ها را در وجود کاهش بیاره و برای تقویت معافیت وجود انسان مفید است و هم برای کمخونی. اگر میخواین این معلومات بسیار خوب در مورد کدو با دوستای دیگه هم شریک بسازیم. تشکر از توجهتون. خداحافظ.